سلام دوستان، من سپهرم، اینجا تیمپوه. این ویدیو اولین ویدیو از سری برنامه‌های افزایش وزن برای گروه آقایونه. اگه شما BMI بدنتون پایین عدد 19 یا به هر دلیلی میخواین افزایش وزن داشته باشین، این برنامه دقیقاً برای شما طراحی شده. نکته‌ای که باید تو این برنامه بهش توجه داشته باشین، مقدار کالری دریافتیتونه که باید به نسبت گذشته افزایشش بدین. تمرینات ما هم به این شکله که اول با گرم کردن و کشش‌های پویا شروع می‌کنیم و با سرد کردن و کشش‌های ایستا به اتمام میرسونیم. راستی اگه احساس کردید برنامه براتون خیلی سبکه یا حتی خیلی سنگینه، اصلا جای نگرانی نیست. ما یه تیم برنامه‌نویسی قوی داریم که میتونه براتون با شرایط خودتون برنامه طراحی کنه. اگه آماده این، بریم اولین جلسه رو با هم دیگه شروع کنیم. اولین حرکتمون شنا سوئدیه که شما برای انجام این حرکت باید شکمتون رو منقبض کنید، مچ دستتون رو تو راستای سرشونتون قرار بدید، یعنی نه جلوتر باشه نه عقب‌تر. فاصله آرنجتون تا بدنتون هم تقریبا زاویه 45 درجه باشه. در انتهای حرکت دستاتون رو کاملا صاف نکنید چون احتمال داره آرنجتون آسیب ببینه. حرکت بعدی پرسینگ هالتره که شما اول باید دستگاه و زیر میز فیکس کنید، بعد روی میز دراز بکشید و مطابق تصویر حرکت رو انجام بدید. فقط مواظب باشید که در انتهای حرکت آرنجتون کاملا صاف نشه چون مجددا احتمال آسیب به آرنجتون بالا. حرکت بعدی جلو بازو هالتره که دستاتون رو باید به اندازه عرض شونتون از همدیگه باز کنید، آرنجاتون رو به کناره بدنتون بچسبونید و وزنه رو طوری انتخاب کنید که نیاز نباشه از کمر یا پاهاتون استفاده کنید. تو حرکت چهارم جلو بازو سیمکش متناوب رو داریم که دقیقاً مثل همون جلو بازو هالتره، فقط هر دست با تمرکز بیشتر و به صورت تکی اجرا میشه. حرکت بعدی فلای معکوسه که شما باید به صورت عمود نسبت به دستگاه بایستین و با دست دورترتون دستگیره رو بگیرید و با دستهای کاملا صاف به سمت عقب حرکت رو انجام بدید. تو حرکت نشه خم هالتر، بعد از برداشتن هالتر قوس کمرتون رو با انقباض عضلات فیله حفظ کنید، دکمه استارت رو بزنید و توجه داشته باشید که زاویه بین آرنج تا تنتون 90 درجه باشه تا فشار کامل به عضلات دلتوید خلفیتون بیاد. حرکت کرلاپ دقیقا همون دراز نشسته که شما نیمه اول حرکت رو انجام میدید و همونطور که میبینید دستاتون کافیه به زانوتون برخورد کنه تا فقط عضلات شکمتون کمی منقبض شن. خب اینم از اولین جلسه‌مون. امیدوارم که بهترین استفاده رو ازش کرده باشید. هر وقت که آماده بودیم بریم جلسه دوم با هم دیگه شروع کنیم. تو جلسه دوم اولین حرکتمون اسکات هالتره که باید پنجه ها کمی به سمت بیرون باشه. زانو هم راستا با پنجه حرکت کنن و در تمام دامنه حرکت سر و ستون فقرات در یک راستا قرار بگیرن. همچنین عضلات شکمیتون هم باید منقبض باشه.
برای لانگز معکوس یه گام به سمت عقب برمی‌دارید تا جایی که بتونید تعادلتون رو حفظ کنید. موقع پایین اومدن هم توجه کنید که زانوتون به داخل یا خارج حرکت نکنه. تو حرکت پشت پا سیمکش زانو باید ثابت بمونه و فقط مچ پا حرکت کنه. مجموعاً 16 تکرار برای هر دو پا باید اجرا کنید. کلاً تو برنامه‌های ما حرکت‌هایی که با یه دست یا یه پا انجام میشن مجموع تکرار دو طرف براتون نوشته میشه. حرکت بعدی جلو پا سیمکشه که باید عضله 4 سر رو منقبض کنید و پاتون رو صاف به سمت بالا بیارید. توی حرکت ساق پا ایستاده دستگاه رو زیر میز فیکس کنید. روی دستگاه بایستید طوری که انگشتاتون روی دستگاه قرار بگیره. بعد با کنترل دامن حرکتی رو اجرا کنید. پلانک هم اگه براتون دشوار بود میتونید زانوتون رو روی زمین قرار بدید و بعد اجرا کنید. در طی انجام حرکت شکمتون رو منقبض کنید و سر و ستون فقراتتون رو توی راستا قرار بدید و نهایتاً تو 3 ست تا ناتوانی ادامه بدید. برای آخرین حرکت هم باید سوپرمن رو اجرا کنید طوری که دمر بخوابید و با انقباض عضلات فیله همزمان دست و پاهاتون رو به سمت بالا بیارید. خب اینم از جلسه دوممون. امیدوارم که بهترین استفاده رو کرده باشید. برای شروع جلسه سوم لت سیمکش رو داریم که برای اجرای این حرکت باید دو زانو زیر دستگاه بشینید طوری که دستاتون کاملا کش بیاد. فاصله دست‌ها کمی بیشتر از عرض شونه ها باشه و موقع اجرا هالتر رو تا روبروی سینه‌تون پایین بیارید. حرکت بعدی قایقی ایستاده است که بعد از برداشتن دستگیره ها باید یک گام به سمت عقب بردارید و برای اجرا دستاتون رو تا زیر سینه جمع کنید. نکته مهمی که برای پرس سرشونه باید بهش توجه کنید اینه که دست‌ها موقع پایین اومدن باید زاویه 90 درجه داشته باشن. یعنی نیازی نیست که دست‌ها رو بیش از حد پایین بیاریم چون احتمال داره سرشونه‌تون آسیب ببینه. حرکت بعدی نشر از جلوه که باید موقع اجرا آرنج‌ها کمی خم بشن و هالتر نهایتاً تا روبروی صورت بالا بیاد. برای ثبات بیشتر در حرکت پشت بازو ایستاده یک دست رو به دیوار یا دستگاه تکیه بدید. بعد دستگیره رو پایین بیارید تا بازو با بدن تو یه خط قرار بگیره. سپس با ثابت نگه داشتن بازو آرنجتون رو باز کنید. تو حرکت پشت بازو فرانسوی یا همون پشت بازو نشسته دستگاه باید زیر میز فیکس بشه حتما و دقیقاً مثل تصویر با ثابت نگه داشتن بازو حرکت رو اجرا کنید. آخرین حرکت کرانچ معکوسه که میتونید دستاتون رو زیر لگنتون قرار بدید تا راحت تر حرکت رو انجام بدید. شروع حرکت از زاویه 90 درجه هست و باید سعی کنید با نزدیک کردن زانو به سینه لگن رو از زمین جدا کنید تا عضلات شکمتون به خوبی منقبض بشن. خب دوستان اینم از اولین برنامه تمرینیتون.
امیدوارم که برنامه براتون مفید واقع شده باشه و اگه سوالی داشتین حتما با ما تو سایت به اشتراک بذارید.